لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. سلام و درود بر همه شما خوبان، شمایی که خداوند متعال توفیق بهتون میده انشاءالله که از جمله حاجیان و زائران خانه خدا باشید. اونایی که خداوند اونها رو ضمن یک وفدی از مهمونها به خانه خودش میکشونه و میبره و اونایی که قلباشون همراه حاجی ها هست، اون آه امیدشون، اونهایی که درهای آسمون رو پاره میکنه و از خداوند انشاءالله یه موعدی رو میگیره برای یک حجی عمره‌ای در سالهای آینده انشاءالله و اجر و پاداش حج امسال. اون حجی که در این روزهای مبارک هست، روزهای دهه ذوالحجه، این روزها رو باید غنیمت بشماریم. روزهای دهه ذوالحجه اون روزهایی هست که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که هیچ روزی و هیچ زمانی از سال نیست که عمل صالح و کار نیک در نزد خداوند متعال عزیزتر باشه، محبوبتر باشه از عمل صالح و نیک در این روزها. فرمودند ولل جهاد فی سبیل الله، حتی جهاد در راه خدا که یکی از بزرگترین عبادت هاست، فرمودند بله حتی جهاد فی سبیل الله، مگر اون انسانی که به صلاح اون مجاهد ویژه‌ای که رفت به جهاد با مالش، با مال و ثروت خودش هزینه کرد، خودش رفت به جهاد، نه خودش برگشت و نه مالش. اون یه ویژگی خاص خودش رو داره که خودش رو فروخت به خداوند منان. و حاجی هم همچنین حالتی هست و غیر حاجی هم در این روزها شریک حاجی هست در این اجر و پاداش و در این ویژگی خاصی که به این روزها داده شده. و آخرین روز این روزها که دهه ذوالحجه باشه روز قربانی هست و اونهایی که هم قربانی میدند رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ازشون میخواد که اونها دیگه هیچی رو بهش توجه نکنن. تا وقتی که قربانی میکنی شیدا باش، عاشق باش، کسی باش که دیگه هیچ چیز رو نمیبینی، کسی باش که دیگه هم غمت عبادت باشه. موهاتو نگیر، ناخوناتو نگیر، تا اون روز هرچی میخواد سیبیلات 2 متر آویزون باشه بشه، ناخونات میخواد 4 متر بشه. همینجور شیداوار برو تا روز دهه ذوالحجه، این روزهایی که شاید اشاره قرآن کریم به این روزها باشه که والفجر و لیال عشر و الشفع و الوتر. بعضیا در تفسیر لیال عشر گفتن که همون روزهای ذوالحجه و بعضیا گفتن که بابا اینا لیال عشر هست، شبها هست، منظور شبهای رمضان هست و روزهاش روزهای به اصطلاح ذوالقعده و شفع و الوتر، و شفع هم روز قربان و الوتر روز عرفه. این تفسیری که در مورد این آیه وارد شده. حالا ما در این مدرسه حج هستیم. در مدرسه حج یه درس هایی است که این درس ها رو حاجی میره عملاً اینها رو میگیره و اینها برای کسب این به اصطلاح درس ها حاجی بلند شده، میلیون ها حاجی بلند شدند، از هزاران میل و کیلومترها اومدن در این به اصطلاح واد زیزرع، در این شهر بی آب و علف، در این منطقه اومدن اینجا که با یک نوع عبادت ها و مناسکی این درس ها رو بگیرن و مایی که دور هستیم هم
باید این درس ها رو بگیریم، چون این درس ها مخصوص حاجی نیست، مخصوص هر مؤمنی هست و حاجی هم که هست، حاجی اون به اصطلاح رسول و پیکی هست که ما فرستادیم تا این درس ها رو بگیره به ما یاد بده و ما از دور هم نظاره‌گر باشیم این درس ها رو یاد بگیریم. مهمترین درسی که ما از مکتب حج میگیریم درس اخلاص هست. حج به ما کمک میکنه برای رسیدن به اخلاص. اولین موردش اینه، همین این لباس وقتی میپوشم دیگه معنی وجود نداره. با پوشیدن این لباس من میشم یکی از افراد بشر، کسی هم نمیشناسه این کی هست. اگه من لباس خاص خودم رو میداشتم، عمامه و نمیدونم کلاه خاص خودم رو میپوشیدم، اون درجات و نمیدونم چیزای خاص خودم رو میدونم، اون پوز خودم رو میدادم، همه از دور میدونستم که این آقای فلانی هست، وزیر هست، پادشاه هست، فلان کاره هست، مشیر هست، قاضی القضات هست، فلان هست. الان نه، من شدم یه آدم مثل همه خلایق. خب دیگه اینجا اخلاص خود به خود نمایان میشه. اخلاصی که خداوند متعال از ما میخواد، فاعبد الله مخلصا له الدین، عبادت خدا رو انجام بده با اخلاص. عبادت خدا فقط و فقط خالصانه برای خدا باشه. و اتم الحج والعمره لله، حج و عمره رو کامل به جا بیار. به خاطر چی؟ فقط به خاطر خدا. من اومدم به حج نه به خاطر اینکه وقتی برمیگردم بگم حاج آقا عمرا. خب اگه نگفتن بهم بر میخوره. پس من حج نیومدم لله. اون چیزی که برای خداست من نباید در اون هیچ انتظاری داشته باشم، هیچ انتظاری. لا نريد منكم جزاء ولا شکورا. ما از شما، از دیگران نباید هیچ انتظار خیلی ممنون دست شما درد نکنه نداشته باشیم. وقتی صدقه میدی و طرف اگر گفت من چین آدمه مگه، من رفتم بهش صدقه دادم، یکی حتی نگفت دست درد نکنه، نگفت خیلی ممنون، هیچ انگار همینجور سرشو پایین انداخته بود مثل بز گرفت و هیچ به من نگفت. پس من این رو برای خدا ندادم، من برای این داده بودم که به من بگن خیلی ممنون، برای این داده بودم که به من بگن دست درد نکنه. حتی برخی از علما میگن آقا وقتی به کسی خیری دادی، صدقه ای دادی، نگو برای من دعا کن. اگه گفتی واسه من دعا کن یعنی اینی که تو برای خدا ندادی، برای دعا دادی. حتی این نباید باشه. برای خدا اومدیم برای حج. اجازه ندم مردم به من بگن حاجی. آقا نخواستم. لطفاً همونطور که وقتی من نماز میخونم به من نمیگی آقای نمازی فلان، وقتی روزه میگیرم به من نمیگید آقای روزه دار فلان، وقتی زکات میدم به من نمیگی آقای زکاتی. چرا وقتی میرم حج به من میگی آقای حاجی؟ خب این به اصطلاح اسمایی که هم برای خودمون انتخاب کردیم اینا رو بذاریم کنار تا حجمون باشه لله، الا لله الدین الخالص. دین خالص برای خداست. دین خالص باید باشه برای خدا. اگر ما اومدیم یه چیزی غیر از خدا رو از دور یا از نزدیک شریک کردیم، یک چیزی تو ذهنمون اومد که این آقا برای این سبب، برای این که به من بگن حاجی، برای این که احترام من رو داشته باشن، برای این که جلوی خونه من تابلو بزنن که جناب حضرت حاج آقا عمر رو تشریف میارن، مردم میون یه پلاکاردهای بزرگ میدن مقدم حضرت جناب احمد آقا رو از و خانواده گرامی رو از سفر ملکوتی حج به همه شهروندان تبریک میگن. این مزخرفات چیه؟ تو میخوای حج بری؟ بعضی از علما و صالحین وقتی میرفتن حج به کسی اطلاع نمیدادن. همه میدونستند که آقا کجا رفته، باباتون کجاست، من میدونم به ما گفته رفته تهران، فکر کنم از یا رفته تهران. طرف میره حج و برمیگرده کسی رو اطلاع نمیده. اصلش اینه که با یک اخلاص باشیم، نه اینه که بعد از اینکه از حج اومد در خونه باز
انگار که عروسی اونجا دید و بازدید مردم، برو بیا آقا هم نشسته یه جای خاصی برای خودش آماده کرده، بله همین میاد حاج آقا از حج برای ما بگی. ای بابا رفته بودیم بالا، رفته بودیم بازارش، من یه چیزی دیدم یک نمیدونم دستگاه چی پرسیدم این چیه، گفتن این آیپاد آخرین سیستمشه، این رو گرفتم بعدن گفتم این چیه، گفتن این آقا ماشین لباسشویی خودکاره، این میشوره اتو میکشه میاره رو تنت میذاره، گرفتمش من تو فرودگاه نگو والله. ای بابا تو فرودگاه اومدیم گفتن آقا 200 کیلو بارت زیاده، گفتم آقا ما دیگه حج اومدیم زیاره. اون بنده خدا خیلی آدم خوبی بود ما رو گفت این حکایت های حجه، از خودمون هم خجالت نمیکشیم؟ رفتیم مهمون خدا بودیم مثلا، بابا از سوق بازار خونه شیطانه، ما رفتیم خونه شیطان یا خونه رحمان؟ پس این حجمون بنگریم واقعا ما یا خالصتا رفتیم لیلا. این یکی از درسای مهمی که از حج باید بگیریم. و یه درس مهم دیگه ای که از حج بگیریم اینه که این مالی که خداوند به ما میده، مال رو کی میده؟ خداوند. این مال رو بذاریم تو دستمون، در راه خدا یاد بگیریم انفاق کنیم، در راه خدا بریم. و جالب اینجاست که هزینه سفر هم سنگینه، خوبه هم که سنگینه تا خوب یاد بگیریم که در راه خدا بریم. و وقتی که میریم این مال رو که دیده خداوند به ما داده، و انفقوا من مال الله الذی آتاکم، انفاق کنید در راه خدا از اون مالی که خداوند به شما داده. مگه نه که این مال و ثروت رو به خداوند به ما داده؟ مگه نه که این رو در اختیار ما گذاشته تا بهش در راه خدا انفاق کنیم؟ و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه، انفاق کنید از اون چیزی که خداوند در اختیار شما قرار داده، شما مسئولیت این رو دارید که در اون انفاق کنید، چرخ زندگی به چرخه. این رو بیار تو حساب بانکی، آقا حساب بانکی من اینقدر میلیون داره. آقا این حساب بانکی رو میخواد چیکار؟ اینقدر میلیون تو حسابم دارم یعنی اینقدر پول رو من از چرخش زندگی گذاشتم یه جار انبار کردم که زندگی نچرخه، که زندگی کند بشه، که گرانی بشه. این دیگه من اینه که در راه خدا انفاق کردن یاد بگیرم. حج یک مرحله هست. و ما انفقوا من شیء، هر چیزی که در راه خدا بدی خدا عوضش رو بهت میده. و او خیر الرازقین، روزی دهنده، کسی که از همه روزی رو همه رو میده خداوند هست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند از در حدیث قدسی که یا ابن آدم انفق علیک، خداوند در حدیث قدسی میفرمایند که ای بنی آدم بده در راه خدا تا من بدم بهت. و حج میاد ما رو تربیت میکنه بر این مفهوم انفاق در راه خدا. از جمله درسایی که ما در مدرسه حج یاد میگیریم درسی هست که با احرام شروع میشه، درس تواضع، درس فروتنی، درس خاکساری. در این احرام دیگه همه اون طبقات اجتماعی از بین میره. خیلی تصویر کاریکاتوری رو احیانا تو عمره و حج میبینی که واقعا دیگه مسخره است. طرف نمیدونم پادشاه فلان کشوره اومده، آقا کی تو رو گفته بیا؟ اگه واقعا اومدی برای عبادت دیگه حج باید لله باشه، نه برای خودنمایی. طرفش رو بادیگاردا گرفتن، در وسط راه میره ملان. خب مردم مشغول عبادت و زاری و این داره به مردم نگاه میکنه، کسی بهش توجه کنه که سلام کنه. واقعا مسخره است. این دیگه تواضع نیست، این که دیگه حج نیست. این برای چی اومده؟ برای خودنمایی. داره داد میزنه که خودنمایی اومده. این کارو نکنیم. در حج که میریم همه این مفاهیم رو گمشون کنیم. با لباس احرام همه چیزمون رو از دست دادیم، مثل دیگرها شدیم، ما شدیم آدمیان. و از معانی بسیار پررنگی که در حج هست اینه که آقا این دنیا جای بقا نیست، این دنیا جای حرکت هست.
جای همه این حج حرکت و تلاش و یا قوم ان هذه الدنیا ان هذه الحیاة الدنیا متاع، این دنیا یک نعمت الهی است که خداوند متعال به ما داده، جای ما آخرته، جای ما رضایت خداوند هست، جای ما رسیدن به زندگی ابدی است. ما برای اون زندگی باید بکنیم. کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. تو دنیا طوری باش که انگار که آدم ناشناس و گمنایی هستی یا یه رهگذری هستی، یه چند ساعتی زیر یک درختی، سایه درختی که دنیا باشه گذروندی، بعدش میری به چی؟ به زندگی بی‌نهایت، به زندگی ابدی، به بهشت. در حج که میگیم همش حرکته، از میقات به مکه، از مکه به مینا، از مینا به عرفات، از عرفه به مزدلفه، به مینا به رمی جمرات، بیا به مکه و طواف تو بکن، برگرد به مینا، همش حرکت. یک لحظه این آجیان مثل زنبور عسل در حرکتن. هیچ جای دیگه نیست که بشینی راحت باشی واسه خودت یک نمیدونم سایبانی بزنی، یه نمیدونم یخشایی برای خودت دست و پا کنی، یه فلانی کنی. نه، همش حرکت. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. ای انسان تو تلاش میکنی، رنج میبری، فراوان خستگی اینا که به سوی خدا برسی و میرسی به سوی خدا. این حرکت رو حج در ما به وجود میاره. و ان الی ربک المنتهی، که ما نهایتمون به سوی خداست، به سوی خدا میریم. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بها، اونایی که به همین دنیای پوچ زندگی دنیا راضی شدن، اونجا استقرار کردن، راحتن، بله من همین چیزو دارم، زندگیمو دارم، 4 تا 5 تا خونه دارم، نمیدونم 7 8 تا ماشین دارم، آقا حسابای بانکی پولا اینقدر تو بانک ذخیره دارم، فلان دارم. اینا چی هستن؟ والذین هم عن آیاتنا غافلون، اینا از آیات و نشانه های الهی غافلن، از دین خدا غافلن. اولئک مأواهم النار بما كانوا یکسبون، اینها نهایتشون میرن به جهنم به خاطر اون چیزی که همینو میخواستن، به همین راضی شده بودن. اینه که حج میاد این حرکت رو به ما یاد میده و از ما رو از این دنیا میکنه، ما رو فکر ما رو میذاره به آخرت. لباس ما لباس کفن، به ما نشون میده که شما دارید میرید. و یه درس بسیار بسیار های اهمیت که از حج میگیریم اینه که من کیم، هویت من چیه، شخصیت من کیه. من میام در حج هویت و شخصیت ایمانی خودم رو یاد میگیرم. من میام در حج میفهمم که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ای مردم، همه مردم، ما شما را از آدم و حوا خلق کردیم و جعلناکم شعوبا و قبائل، ما شما را ملت ها، گروه ها، زبان ها، رنگ خلق کردیم لتعارفوا، تا یک دیگر رو بشناسید، به یک دیگر رو تکامل بدید. چیزی که من نیاز دارم از اون بگیرم، اون نیاز داره از من بگیره، در توانمندی های خودمون رو با هم تقسیم کنیم. و اما بدونید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بهترین شما، عزیزترین شما نزد خداوند منان پرهیزکارترین شما هست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بهترین شما با تقواترینتون هست. نگفت پولدارترینتون، نگفت آقا سفیدترینتون، نگفت آقا درازترینتون، نگفت آقا خوشگلترینتون، نگفت آقا با منصب ترینتون، نگفت آقا با زبان فلان ترینتون. نه 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 نه، اینا هیچ معانی نیست که شما توش فکر کنید. اینا اصلا تفکر دین اینا جهالت هست. همینی که گفتی چون که من زبانم فلان زبان از دیگران بهترم، همین که گفتی من فلان قوم هستم از دیگران بهترم، تو اسمت هست ابو جهل. تو اسمت هست چی؟ ابو جهل. هر کسی خودش رو بر دیگران برتری داد، اون رو به اسمش رو بذارید چی؟ ابو جهل. نگاه نکنید که چه مدرک داره. ابو جهلی که ابو جهل بود، مدرکش چه بود؟ مدرکش حکمت بود. جامعه میدونست خیلی آدم زرنگ و باهوشی بود و اسمش رو گذاشته بودن الحکم، آدم دانشمند، عاقل، حکیم. اما پیش مؤمنان بود چی؟ ابو جهل. نکنه که ما هم خدای نکرده با همین نجات پرستیمون، تعصباتمون
اسممون بشه ابوجهل. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك